درود. علیرحسین هستم. محمد هستم. با HW اسکیل در خدمتتون هستیم. خب بریم ببینیم امروز چی داریم. این یک پاور 380 وات که یکی از همکارا آوردن برامون. اینجا نوشته که بوق میزند، پاور تستر هم ارور داره. ببینیم که مشکلش چیه. خب اول یک برق بزنیم. بله صدای سوت داره ولی خب توی ویدیو مشخص نمیشه. ما ولتاژ رو میگیریم، ولتاژ خروجی، ولتاژ سیم بنفش که خب باید 5 باشه، 645. بله این ایراد معمولا از خازن 50 ولت دهیه که توی قسمت ورودی 220 ولت مونه که یک ولتاژ 12 ولت باید داشته باشه. بعد از اون میره به اپتوکوپلر و میره اون طرف که استنبای ما رو تشکیل میده. البته که ولی اون خازن مشکل برخورد، میریم بازش کنیم ببینیم که چی میشه. خب پاور رو بازش کردیم. این خازنی که دارم میگم اینجا درست دیده نمیشه. 3 تا خازن کوچیک اینجا داریم. این زیر قرار گرفته. حالا از پشت بخوایم بازش کنیم، این 2 تا پایشه که میره تو این اپتوکوپلره. میریم برش بیاریم تا خازنی که هستش 50 ولت 10. توی تصویر رو درست دیده نمیشه. اینو عوضش میکنیم. خازن جایگزین رو میذاریم سر جاش. قبل از اینکه ببندیمش خارج یک تستش کنیم. چکش کنیم. خب شد 5 و 12. این الان اوکیه. بریم ببندیمش که تست نهایی رو بگیریم. خب بریم برای تست نهایی. اینم از این کاملا اوکی. 5 ولتش اوکی. 12 ولت هم ولتاژ اوکیه، هیچ مشکلی نداره.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی با ما بدرود.